فابریزیو لامبورگینی یک صنعتگر ایتالیایی بود که پس از جنگ جهانی دوم با ساختن تراکتور از قطعات باقیمانده تانک‌ها و ماشین‌آلات جنگی کسب و کار خودش را راه انداخت. شرکت او به نام لامبورگینی به سرعت موفق شد و به یک از تولید کنندگان بزرگ تراکتور در ایتالیا تبدیل شد. فابریزیو عاشق ماشین‌های لوکس بود و خودش چند مدل از فراری را داشت، اما از کیفیت بعضی از آنها به ویژه سیستم کلاج ناراضی بود. او این موضوع را مستقیما به انوزی فراری، مؤسسه شرکت فراری در میان گذاشت، ولی انوزی با پاسخ تندی به او داد گفت تو فقط یک سازنده تراکتوری، نه یک کارشناس خودروهای اسپورت. این حرف باعث شد فابریزیو تصمیم بگیرد شرکت خودروسازی خودش را راه اندازی کند و خودرویی بسازد که از فراری بهتر باشد. در سال 1963 شرکت لامبورگینی را در شهر سانتا گاتا بولونیزه در ایتالیا تأسیس کرد. اولین خودروی او 350 GT لامبورگینی خیلی زود توجه ها را جلب کرد و رقابت با فراری شروع شد.